اهورامزدا چه آرایشی رو برای سپاهی که به نبرد با اهریمن میفرسته انتخاب میکنه؟ سلام، این قسمت چهارم مجموعه گوسانه و من همچنان هومن هستم. یک مرد جوان 15 ساله روشن سپید چشم بلند توانمندی رو تصور بکنید که در نگاه ایرانیان کمال یک انسان رو میرسونه و این جوان 15 ساله به سپهر بیکرانی خیره شده که اهورامزدا اون رو با دانایی خودش آفریده و ارتشی رو در اون به پاسداری از آفریده های خودش قرار داده. هر کدوم از این آفریده های اهورامزدا یک خویشکاری دارند، به این معنی که از اهورامزدا گرفته تا کوچکترین آفریده در جهان استومند یا جهان مادی یک وظیفه یا کار ویژه یا خویشکاری به عهده‌شون گمارده شده که باید اون رو به سرانجام برسونن و در حقیقت کامروایی، بهروزی و فرهمندی هر آفریده‌ای در گرو پایبندی به خویشکاری اون آفریده است. در میان این آفریدگان سپهر که تن زروان زمان بیکرانه و خویشکاری اون نیکی بخشی به آفرینشه، جامه کبود واستریوشی به تن داره. واستریوشان یا دهقانان یکی از طبقات جامعه ایرانی پیش از اسلام هستند. اهورامزدا که خویشکاری اصلیش آفرینشه و این آفرینش تنها به یاری دانایی محقق میشه، جامعه دانایان به تن داره که جامعه آسرونی است. آسرونان یا روحانیان یکی دیگر از طبقات جامعه ایرانی پیش از اسلام هستند. و اما ارتش اهورامزدا تن وای نیکو یا رامه که جامه‌ای سیمین، زرین و گوهرنشان به تن داره. خویشکاری اصلی وای فراز رونده بودن از پس دشمنان یا تعقیب دشمنان، از میان بردن بدی، آفرینش را در خود جای دادن و از اون پاسبانی کردنه. و به همین خاطره که وای جامعه سرخ ارتشداران به تن داره. ارتشداران یا جنگاوران هم یکی دیگر از طبقات جامعه ایرانی پیش از اسلام هستند. و اما اون جوان 15 ساله روشن سپید چشم بلند توانمند که توانمندیش نه از سر ستمگری و دزدی بلکه از هنرمندی اونه، تن زمان درنگ خدای یا زمان کرانمنده که جامه سپیدی به تن داره که شکوه آسرونی یا روحانی داره. اهورامزدا آفرینش جهان استومند یا جهان مادی رو به 7 بخش تقسیم میکنه. نخست آسمان، دیگر آب، سه دیگر زمین، چهارم گیاه، پنجم چهارپایان، ششم مردمان و هفتم آتش. و همین آتش درخشش خودش رو از روشنی بیکران که جایگاه هرمزده میگیره و خویشکاری اون در دوران اهریمنی پرستاری از مردمان، خورش ساختن و از میان بردن درده. اهورامزدا این آفرینش مادی و جهان استومند رو تنها نمیذاره و امشاسپندان رو به کمک این آفریده ها میفرسته. اول از همه خود هرمزد که از میان آفریدگان جهان استومند بن مردمان رو به خودش میگیره و هومنه یا بهمن بن گوسپند و چهارپایان رو به خود میپذیره. اردیبهشت آتش رو به خیش میپذیره. شهریور بن آسمان رو که به عقیده ایرانیان از فلزه به خیش میپذیره. سپندارمزد زمین رو به خیش میپذیره. خرداد آب و امرداد گیاه. اما از دیگر مینویان اهورامزدا اوقات روز رو به 5 بخش میکنه که امروز از اون 5 بخش فقط در مورد یه دونشون صحبت میکنیم و اون نیم روزگاه یا سر ظهره
که به ایزد یا مینوی سپرده میشه به نام ربیهوین یا رپتون. این مینوی یا این زمان از روز یا این گاه از گاه‌های پنجگانه، گاه تکرار شونده در اسطوره‌های ایرانیه که زمان مقدسیه. قبل از یورش اهریمن همیشه نیمروز بود و گاه ربیهوین. اهورامزدا بعد از این که ایزد یزش یا ستایش رو می آفرینه، خود به هنگام یزش آفرینش رو می آفرینه و با آگاهی و فراموشی مردمان یا فرشته نگاهبان مردمان سگالش میکنه، یعنی به صورت اندیشمندانه‌ای با اونها مشورت میکنه و از اونها اینطور میپرسه: کدام یک شما را سودمندتر در نظر آید؟ اگر شما را به صورت مادی بیافرینم و تن با دروج بکوشید و دروج را نابود کنید و شما را به فرجام درست و انوشه باز آرایم و باز شما را به گیتی آفرینم، جاودانه، بی مرگ، بی پیری و بی دشمن باشید، یا شما را جاودانه پاسداری اهریمن باید کرد. ایشان بدان خرد همه آگاه آن بدی را که از اهریمن دروج بر فروهرهای مردمان در جهان رسد دیدند و رهایی واپسین از دشمنی اهریمن و به تن پسین جاودانه درست و انوشه باز بودن را دیدند و برای رفتن به جهان همداستان شدند. بله، این گونه بود که ارتش اهورایی به خواست خود آماده رهسپاری به جهان استومند شد. اگر دوست دارین که این داستان رو از زبان خود بندهش بشنوین، بخش 4 بندهش، لینکش رو این بالا میذارم، میتونین ازش استفاده بکنین. خیلی ممنون از اینکه شنونده من بودین. روز و روزگار خوش.